باید دخترت پسر 15 ساله بگیره تلویزیون امارات، کانال یورو بگیره. نگاه کن ایمان تو سینه‌اش میسوزونه یا نمیسوزونه، تا چه برسه که نوار ویدیو بیاد وارد خونت بشه. اما تلویزیون ایران مطمئن من از کسی نمیترسم، کسی هم نمیخوام راضی بکنم، خاطرتون جمع باشه. ولی اون چیزی که باید بگم میگم. ما از اونها نیستیم که چک سفید بهش بدن به نفع ما صحبت میکنیم. نه، واقعیته. این از برکت اسلامه، از برکت خون صحابه است و علما و بزرگان دینه، از برکت خونه هایی که در جنگ احد ریخته شده، از خون علماست که امروز تو نگاه کن بچه کوچک به علما داره میگه برخیز ای عالم ای مسلمان، به پیرمردا داره میگه برخیز. بچه کوچک خجالت نمیکشه؟ محمد صالح پورته آخر بلند نشید تا بچه کوچک درگانی به دو برخیز ای مسلمان، برگی صلاح قرآن. ما تو این مراسم یه چیزایی گیرمون میاد، وگرنه نمیاییم. اینطوری گیرمون میاد تو همت بکنید. من به اندازه 10 نفر پول تو جیبم هست که میدادم به این 10 نفر. 10 تا برگه هزاری تو جیب من بود که من به 10 تا این بچه های کوچک میدادم، نفر 1000 تومان به عنوان هدیه. اما فکر کردم که اگر به این 10 نفر بدم، اون بچه هایی که آمدن اینجا سرود بخونن همه خوندن و خوب خوندن، اونها رو خرد کردم. ولی شما باید همت بکنید، اینها نیاز به تشویق دارن. اون کسی که عود میزنه و ارگ میزنه، تو نگاه کن، باندش، بلنگوش، دستگاهش، میکروفونش خیلی قویه، میگذاره که کل جزیره و قشم همه تام 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 تا دم صبح. ما باید دنبال میکروفون تو مسجد بگردیم، میکروفون مسجد. ملا مخالفت میکنه، دستگاه از تو مسجد بیار. این همه آدم نشسته همت بکنن نفر 2000 تومان باند بخرن، میکروفون بخرن، میکروفون خیلی عالی، دستگاه، وسایل. اگر مراسم خوبه و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اونها میخوان که چه؟ برنامه فساد از ما قوی تر بکنن. ما برنامه خودمونو و صدای خودمونو و دستگاه خودمونو و بیان خودمونو و حضور خودمون توی این مراسم. کسی سر عروسی غیر اسلامی نره، حرامه حرامه حرامه. چرا؟ چون اگر تو سر عروسی غیر اسلامی رفتی، اونو تشویق کردی، کار درسته، برگزار بکن که طرفدار خیلی داری. آتشی که خود روشن کردی که میسوزه. اینا تو فردا پیری میمیری. اما اینا پرپر شدن، همه معتاد میشن، همه شرابخوار میشن. این 4 صفحه اولی که پا گذاشتم تو خاک جزیره اینجا، یه عزیزی از قش به من داد، نمیدونم خواهری نوشته برادری نوشته، 4 صفحه به من گفته که منو به گریه انداخت. البته به من گفته که تو چرا خود قشم نمیای؟ نه که از تو انتقاد کردم تو عروسی دیگه خسته شدی، زده شدی از قشم. نه عزیز دلم، من خسته نشدم. یه چیزایی نوشته اگر من براتون بخورم آب میشه همینجا، آب. یه دخترم بهش نیست، دختر و پسر ما بیدار شدن. نوشته که 70% جوانا مشتاق این مراسمن، از خود قشم گرفته اطراف قشم. وقتی میشه که تو خود قشم 5 تا عروسی اسلامیه، اما کمبود سخنران داریم، کمبود کسانی که مراسم رو برگزار بکنن داریم. یکی اون گوشه، یکی اون گوشه، یکی اون گوشه، مجبور میشن که همینطوری برگزار بکنن. علما باید بلند بشن، طلاب باید بلند بشن. برخیزای مسلمان، هر کسی که کاری از دستش برمیاد باید بلند بشه.
برای تقویت اسلام و مسلمین و عزت بخشیدن به اسلام و مسلمین و حفظ آبروی اسلام و مسلمین و حفظ ارزش‌های به دست آمده از اسلام و قرآن باید بلند بشیم و آستین جن رو بزنیم، جد رو بزن بالا و کمر همت ببند. حالا هر کاره هستی. این عزیزی که آمد اینجا تقلید صدا کرد و بچه های کوچک رو به خنده آورد و حتی ما خنده جای خودش، گریه هم جای خودش. الان وقت گریه است. از عزیزمون خواهش کردیم که بیا، چون که عروسیه بذار همه غم نشه، همه اشک نشه، بیا 4 تا جوک بگو، جوک سالم، تقلید صدا. تو خدا به داده این هنر، تو فکر میکنی که این بیکاره است یا هنرپیشه است؟ برادر ما آقای درخواه هنرپیشه است یا رقاصه است یا لادین و ملحده یا بینمازه؟ از صورتش مشخصه. تحریشی داشت به عنوان سنت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم از برادرای خوب منطقه رویدره. کجاست رویدر؟ اون طرف. اینجا کجا؟ ما کجا؟ اینجا کجا؟ ما شهروز از دهات بندریم، شهری هم نیستیم، بالا شهری هستیم. اسلام زمین و زمان براش مطرح نیست. کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این چیزهایی که تو این نوشته گفته، اون جوانایی که تو این مراسم با تو لبیک گفتن، تو هر مراسمی، تو سوزا، تو مسن، تو قش، تو درگاهان، تو هلورد، هر جایی که بوده، آخر مراسم با تو لبیک گفتن و آمدن دستت گرفتن. محمد صالح پردل، اینو بدون که تا آخرین لحظه عمرشون هستن، روشون حساب بکن، رهاشون نکن. کی گفته من شما رو رها کردم؟ من مال شما، برای شما، فدای شما، زندگی و برگ من با شما. تو دند عقب نرو، من نمیرم انشاءالله. به کمک من و تو علمایی باید بریم باشون صحبت بکنیم، بیام تو جمع. شیخ عبدالرحیم خطیب بدونه که حضورش در این جمع سرنوشت داده برای مردم قش و منطقه. شب مراسم تو خونه نشینه که بدن در خونش خواهش و التماس بیا بیا بیا، نه، خودش باید بیاد. رکو بوسکنده اتمام حجت فردای قیامت باید جواب بده. خودش میدونه که چه دارم میگم. عالم به قرآن، حافظ قرآن، من حافظ قرآن نیستم و حافظ به سنته. شیخ محمد رحیمی باید بدونه که فردای قیامت این همه دست اگر رفت روی قش، ای محمد رحیمی جواب بده. ما که مشتاق بودیم، تو چرا برای ما حرکت نکردی؟ ای سید احمد، ای شیخ عقیلی، ای شیخ محمد شریف صالحی، شیخ عبدالرؤوف، شیخ حسن، شیخ سعید، شیخ عیسی، شیخ یعقوب، هرچی که هستن مشایخ، فردای قیامت باید جواب بدن. شما میتونی علما رو به حرکت بندازی. اینجا بری در خونشون. رفتم تو احشام گاوبندی برای افتتاح مسجدی چند سال پیش. برادرای گله‌دار بودن، برادرای بالا اون طرف کنگان و نخل تقی و عسلیه بودن. وقتی میخواستم خداحافظی بکنم، یکیشون زد اینطوری بدون هیچ شرم و پروایی، زد اینطوری یقه منو گرفت، یه تکونی داد. گفتم چرا یقه‌مو گرفتی؟ ای که فکر میکرد داره بیادبی میکنه، اینطوری خواهد دستشو بکنه. توهین به علما داری میکنی، دست بیقه شدی، با این لحن صحبت میکنی تو. اما دست بردار نبود. دیدم که اشک از چشمی سرازیر شد. گفت محمد صالح پردل، اگر شهر ما نیامدی فردای قیامت یقه اینطوری میگیریم جلو خدا. چرا ساکتی؟ کلکم مسئولون، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه تون مسئولید از رعیتتون. پدر در خانواده مسئوله. یه روسری آمده الان وارد جزیره شده، یه روسری کوچک باریک مثل شال گردنه. خوب گوش بده، خبر نداری. یه روسری آمده مثل شال گردنه، خیلی کوتاه، عرضش خیلی کوتاهه. این چادر سر برای دخترای ما انتخاب کردن. الان داره فروش میره تو جزیره، در خونه ها.
ارزش یک وجبه. یعنی چقدر از سر دختر ما میپوشونه. حالا چی میگن اونایی که میفروشن؟ نه این برای دخترهای کوچک 5 ساله 6 ساله 7 ساله، اما وقتی تو خانه رفت دختر 15 ساله داره میپوشه.